شب بود، ساعت 2 نصف شب. خونه ساکت بود، بچه ها خواب بودن و من یه برگه طلاق توی دستم داشتم. نه گریه کردم نه فریاد زدم، فقط نشستم زل زدم به سقف و فکر کردم حالا چی. اون شب همه چیز تموم شد، ولی یه چیز شروع شد که هیچ کس بهم یاد نداده بود. پدر بودن واقعی، تنهایی بی پشتوانه. صبحش بچه هم بیدار شدن. یکی گفت بابا، مامان کو؟ من نگفتم حقیقت تلخه، فقط گفتم بعضی چیزا بین بزرگتر است، ولی من همیشه کنارتون هستم. اون لحظه فهمیدم که دیگه وقتش نیست قربانی باشم، باید ستون باشم. نه برای خودم، برای 3 بچه‌ای که چشمشون به منه. رفتم باشگاه، وزنه‌ها سنگین بود، ولی نه به اندازه دلم. هر تکرار یه خاطره بود، هر قطره عرق یک اشک فرو خورده. اونجا یاد گرفتم که درد رو نمیشه حذف کرد، ولی میشه تبدیلش کرد به قدرت، به انگیزه، به چیزایی که بقیه ازش الهام بگیرن. شروع کردم به نوشتن، نه برای مخاطب، برای خودم، برای اینکه یادم نره کی بودم و چی دارم میشم. هر جمله یه زخم بود که داشت التیام پیدا میکرد. هر پست یه فریاد بی صدا از دل کسی که نمیخواست قربانی باقی بمونه. بعضی شبا بچه‌ها خواب بودن و من با خودم حرف میزدم. میگفتم شهراد، تو شکست خوردی ولی هنوز زنده ای، و زنده بودن یعنی هنوز میتونی بسازی، نه از نو، از همون آوارهایی که رو سرت ریخته. یه روز وسط شلوغی زندگی یه نفر بهم پیام داد. مطالب تو خوندم، حس کردم یکی بالا سرمه، یکی که میفهمه. اون لحظه فهمیدم که این مسیر فقط مال من نیست، مال همه اونایی که شکست خوردن ولی نخواستن بمونن و زمین خورده بمونن. و حالا اینجا هستیم با یه کانال، با یه داستان، با یه مسیر که هنوز تموم نشده. اگه تا اینجا با من بودی بدون که تازه اولشه. قسمت بعدی میخوام براتون بگم چطور با 3 بچه بدون هیچ کس شروع کردم از صفر، چطور مسئولیت، تنهایی و ترس رو تبدیل کردم به انگیزه. اگه حس کردی این حرفا یه جایی بهت وصله، پس منتظر باش، چون این داستان تو هم میتونه باشه.